حاجی میرزای تاجیکستانی یک مشرک است. اگر شما گوش انداخته باشین در سخنرانی رئیس جمهور گوش کردین کلمه انشاءالله استفاده میشه. اونایی که حجاب به سر میکنن بعضا و میکنن پیش از همه این بی‌سوادی. چندین بار ما با گوش خود گوش انداختیم رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب است، برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم که خداوند باز هم محبت او را به اسلام و به اهل این مسلمین زیاده بگرداند و همیشه خدمت هایی که دارد باز هم این خدمت هاش زیادتر بگرداند. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودنی زنان و دختران نیست. در کلمه در جمله رانیهاش کلمه انشاءالله را جمله انشاءالله را استفاده میبرد. انشاءالله و زیرا میداند که انشاءالله وقتی که گفت هر یک چیزی که میخواهد او البته میشود برپا میشه. شما تمام دخترها را فهمانید، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضا و میکنن پیش از همه این بی‌سوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان. اینا بریم برای سطر چکه دیسته اون زنکو رو گاب زدیسته از بیست نمیگه سر لیچ که همون گردن تکیه چون همین چیز مولی نیستن مولی خیلی نیستن. من مسلمانی هیچ وقتا کفیر نبیده. چه کلوبو را محکم نمیکنه؟ دیسکاتیکو را محکم نمیکنه؟ هیچ دموکرات یا این چیز مولی دموکراتی که باشه ما چیکاره بفورا میکنم خود من یکم خوب حجاب میکنم حجاب نده چیکار داری؟ فرمان جناب اولیاء که صدر حجاب در پاکستان ممکن نیست. روز یانگه چند ساله ممکن نیست؟ نه زنا در مردم چند سال چه؟ من توجیهانا بندنم خریو تو باید خیلی زنکای کلان میگن که ممکن نیست؟ کلانا چقدر تو ویدیو مفیدن میبرد. نه سین سال شما دارم. سین سال ما بندن توجیهانا بندن. نه مثلا چند دایده؟ ممکنه 48 ممکنه؟ 48 ممکن نیست خطر ممکن نیست. президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар вохирӣ бо намояндагони ҳамҷамъият дар шаҳри душанбе ба дини ислом ва қадриятҳои он ҳамлаи навбатӣ кард. یک گروه معدود زنان و دختران دینداری را نه در باطن بلکه در ظاهر تصور کرده با پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های فرهنگ ملی ما را پایمال و فضای معنوی جامعه را تیره ساخته ایستادند. حالانکه خدا را با عقل میشناسند و با قلب میپرستند، نه با سر و لباس و ستر و حجاب و صلاح و ریش. иброз намуд ӯ ин золим бори дигар қонунҳои машҳури исломие ки мусулмонони тамоми ҷаҳон амал карда меоянд зери бӯҳтон қарор дода истодааст. инчунин раҳмон аз хадамотҳои давлатӣ ва сохторҳои қудратӣ талаб намуд ки нисбати сокинони кишвар ки ба дини худ амал мекунанд фишорро пурзӯр намоянд. аз ин рӯ ба мақомоти иҷроиши ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳои масъулиятдор зарур аст ки чораҳои муайяни ҷиддӣ биандешанд то ин ки пеши роҳи паҳншавии тамоюли зерини номатлуб гирифта шавад. آیا در پشت مولوی میرزای تاجیکستانی جماعت می شود یک مسلمان پشت از او نماز بخواند یا خیر؟ برادر عزیز، حاجی میرزای تاجیکستانی یک مشرک است. به دلیل از اینکه او کفر به طاغوت داره، او نه تنها که کفر به طاغوت نداره، او همکار طاغوت است. آنچنان در فحشا و بی‌حیایی و قبرپرستی و شرک و کفر زحمت کشیده در تاجیکستان که همه مردم در شرک دعوت داده، مردم در کفر دعوت داده، به نام دین ریشه گذاشته، یک سلام میزنه، اما یک مرتد است. پشت از این نماز درست نیست، عالم طاغوتی است، شب و روزش فقط با طاغوت است، شب و روزش فقط در قبر پرستی است. یک صوفی مشرک است، نماز جماعت در پشت از درست نیست. برادر عزیزم، پیام را برای حاجی میرزای مشرک برسانید که حاجی میرزا یک مشرک است و مرتد است، به دلیل از اینکه او بدبخت نوکر اونمو رحمانوف مرتد طاغوت است.